با سلام و احترام، ما دکتر نوید خپلواک هستم. شدت علائم دستگاه هضم با قاعدگی نزد زنان و دختران را مطالعه میکنیم. خوب کدام علائم؟ قهر، غصه، لرزیدن، استرس، تغییرات ناگهانی در رویه و کردار و پری منسترال سندروم یا تغییرات ناگهانی قبل از مریضی ماهوار در خلق و رویه و کردار روزانه، خلق تنگی، دلتنگی، قهر و غصه و انورگزیا نروزا، بنابراین همه سقوط اشتها. تغییراتی که موضوع بحث ماست: اختلالات در هضم، دسپپسیا، سوی هاضمه، اختلالات در دفع مواد غایطه، کانستیپیشن، قبضیت، اسهالات، دیساینرژیک دیفیکیشن، عدم تخلیه و شدت علائم مقعدی در روزهای مریضی ماهوار. خب، تغییرات در حرکات روده های کوچک و کلان ما سبب قبضیت، اسهالات و تخلیه ریم در مواد غایطه می گردد. علت های اساسی این علائم موضوع بحث امروز ماست. قبل از آغاز بحث در جهاز هاضمه مطالعه کوتاه از ساختمان رحم، ساختمان تخمدان و لوله های رحمی که به نام نفیر هم یاد میشه، میکوزل فول یا چینین های مخاطی در کانال واژن، وجاینل کانال واژنی، اکسترنال آز، دهانی خارجی رحم، سرویکس، گردنی رحم، سرویکل کانال سرویکس، انترنال آز، دهانی داخلی رحم، بادی آف یوترس، بادی رحم، یوتراین کویتی یا حفره رحم، فندس، ساختمان گنبدی رحم است، یوتراین پورشن آف یوتراین تیوب، قسمت از لوله رحم، استمس، بخش دیگی از لوله رحمی است که به تخمدان وصل شده. این عضله به نام میزو سلپنکس یاد میشه که این لوله را مستقر کرده. شریانی که مستقیما خون به تخمدان میبره، سسپنسری لیگامنت یا عضله که تخمدان نگهداری میکنه. اینفندیبولم و فمبری قسمت های آغازین لوله است که تخمه را گرفته. اووری تخمدان، میزو اووری هم عضله که اووری ما شما را نگهداری میکنه مستقر در جای خود. میزومیتریم، پریمیتریم، مایومیتریم و اندومیتریم این لایه های رحم است که بعداً به بحث میگیریم. خب، قسمت کوچک از رحم تحت میکروسکوپ مطالعه میکنیم که چی نوع ساختمان داره. این حجرات اپیتیلیوم است، سیمپل کالامنر سلز و استروما، مایومیتریم. خب، اپیتیلیال سلز یا بافتی حجرات در رحم به نام اندوتیلیال یاد میشه که همو حجرات سیمپل کالامنر است. و قسمت از گردنی رحم هم تحت میکروسکوپ مطالعه میکنیم. بافت حجراتیش متغایر است با رحم، اینی نوست. در داخل هر حجره هسته موقعیت داره. استروما لایه بعدی، متعاقبا مایومیتریم و پریمیتریم موقعیت داره. در رحم هم پریمیتریم موجود است. در هر دوی از اینا لایه استروما دارای رگهای خون و انساج ارتباطی خیلی غلیظ است. در داخل تخمدان فولیکل ها موقعیت داره یا جابجا شده. در داخل فولیکل اووم یا تخم است. خب، دامیننت فولیکل یا فولیکل بالغی تخمه همراهی میکنه. ماهوار شدن در زنان و دختران تنها یک تغییر طبیعی جسمی نیست، بلکه یک طوفان خاموش از تغییرات هورمون ها در بدن است که تمام سیستم های و فعالیت تمام سیستم های بدن به چالش میکشانه. بحث امروز ما بیشتر روی تغییرات در دستگاه هضم در جریان قاعدگی یا مریضی ماهوار است، خصوصا شدت علائم جهاز هاضمه، تغییرات در حرکات و فعالیت های جهاز هاضمه که بیشتر موضوع بحث امروز ما را تشکیل میده. ببینین، این برین یا مغز است. در برین غده به نام هایپوتالاموس موجود است و متعاقبا غده دیگه که به نام پیچیتری گلند یا نخامیه یاد میشه هم موقعیت داره. روز اول مریضی ماهوار
اکتیویشن اف هایپوتالاموس یا فعال شدن هایپوتالاموس صورت میگیره که تولید هورمون جینارچ یا گونادوتروپین ریلیزینگ هورمون صورت میگیره و این هورمون مستقیما غده نخامیه را تنبیه میکنه که دو هورمون FSH و LH بسازه. FSH سبب میچوریشن اف فولیکلز و سیکریشن اف استروژن میگرده، یعنی فولیکل ها را بالغ میسازه و سبب تولید هورمون استروژن میگرده. این استروژن بالاخره هم روی تخمه فعالیت میکنه و هم روی رحم. در تخمه ها فولیکل ها را به بلوغ میرسانه و در یوترس یا در رحم ما لایه وظیفوی را ضخیم میسازه. زمینه سازی به ساخت ساز رگ های نو عصبی صورت میگیره. خلاصه آمادگی میگیره بر ایمپلانتیشن اف امبریو یا بر غرس شدن جنین. خب از طرف در فولیکل ها این آمادگی تقریبا 14-13 روز در بر میگیره. روز 14 استروژن سبب میشه که فولیکل بالغ یا دامیننت فولیکل بکفه. رپچر اف فولیکل، وقت فولیکل رپچر شد اووم یا تخم بیرون مبرایه. بدنی از فولیکل که باقی میمانه ایره میگیم تشکیل کارپس لوتیم. در داخل از این بدنه دو هورمون خیلی مهم موقعیت داره یا جابجا شده، پروژسترون خیلی زیاد و مقدار کم استروژن. این پروژسترون از خود وظیفه خیلی مهم داره. خب پروژسترون سبب ترشحات رحمی میگرده، تقلصات رحمی را کمتر میسازه و این هم آمادگی میگیره برای پذیرایی از امبریو یا جنین. خب القاح صورت نمیگیره. اگر سپرم نرسید به این تخم القاح صورت نمیگیره و بحث جنین هم نیست. در این صورت هست که تا روز 24 و 26 ای کارپس لوتیمی که استروژن و پروژسترون راش ای هم تکه تکه میشه، از بین میره و سطح هورمون های پروژسترون و استروژن سقوط میکنه. با سقوط ای هورمون ها تقلصات شدید در رگهای خون که تازه تشکیل بود به وجود میه، اونا بند میشه و خون رسانی هم مختل. با او حجرات وظیفوی که خون مختل شد اونا میمورن، اسکیمیا به وجود میه و اونا به شکل مریضی ماهوار یا قاعدگی یا حیض و نفاس یا مریضی زنانه به بیرون میآید. خب تغییر در 5 هورمون که در این پروسه مطالعه شد یا مطالعه میشه سبب بروز علائم در جهاز هاضمه میگردد. پروستاگلاندین، استروژن، پروژسترون، هورمون های خوشی سراتونین و هورمون استرس کارتیزول. تغییر در این هورمون ها علائم خیلی شایع در مریضی ماهوار در جهاز هاضمه هم به وجود میاره. common GI symptoms in periods. lower abdominal pain، درد قسمت تحتانی شکم، اسهالات، constipation قبضیت، bloating دمش و پوندیدن شکم، نزد بعض خانم ها نازیا، vomiting استفراغ دلبری و شدت علائم بیماری IBS یعنی باد و غرغر و قبض و اسهالات. هم از اینا در مریضی ماهوار شدت میابه. خوب بریم به طرف مکانیزم که چگونه این اسکش از جهاز هاضمه ای هم روده های کوچک ما که بیشتر توسط هورمون ها متضرر و تغییر در فعالیت می نماید. پروژسترون در حالت نرمال سبب شل شدن روده ما می گرده، یعنی حرکات روده را یا موتیلیتی را کمتر می سازه. وقت سطحی هورمون در مریضی ماهوار سقوط می کند دفعتاً دردهای شکم در قسمت تحتانی به وجود میاد، ارجنسی بار بار تشناب رفتن به وجود میاد، دیساینرژیک ویکیشن زور زدن و عدم تخلیه و در بعض موارد اسهالات هم به وجود میاد. پروستاگلاندین هورمونی است که توسط حجرات اندوتلیوم تولید میشد. اندوتلیوم هم حال به شکل مریضی بیرون مبرایه. خوب در حالت نرمال حرکات روده را ازدیاد میبخشه، ترشحات بیشتر میسازه، اما جذب بطیتر و آهسته‌تر میسازه. اگر سطح هورمون سقوط کرد اسهالات نزد مریض، دردهای بطنی، دمش و پوندیدن و استفراغات هم به وجود میاد. تغییر در هورمون‌های خوشی و استرس سبب قهر، غصه، تشویش، اضطراب در عین مریضی ماهوار میگردد. ممنون. تشکر.